و تو در آن شب زیبا و قشنگ، و تو در آن شب رویایی خویش، غافل از حال دل خسته من خواهی بود. پرتو رویت در کرکره تور سپید، چشمهایت در سایه مژگان سیاه، و بلنداندامت در حاله آن جامه دنبال دراز. چه تماشایی است! چشمها خیره به توست و تو با لبخندی شیرین بر تخت غرور، غافل از حال دل خسته من خواهی بود. غنچه پرشیرینی، شیشه‌ای پر ز گلاب عنبردان، لرزش پرتو شمعی رنگین، جانمازی از عهد قدیم، عود و اسپند در آتش، ساییدن قند، نان و پنیر و سبزی، خط قرآن با دیده تو در بازی، عکس رویت در سینه آینه بخت. چه تماشایی است! چشمها خیره به توست و تو با لبخندی شیرین بر تخت غرور، غافل از حال دل خسته من خواهی بود. خطبه از عاقله و باکره و کامله است. این صدای خودشان است. بلی، مبارک باشد. و دیگر قصه تمام، و دیگر قصه تمام. نقل افشانی مادر، گریه شوق پدر، هلهله سوری ها، بوسه ای گرم و انگشتر بخت، و تو با لبخندی شیرین بر تخت غرور، غافل از حال دل خسته من. زن مرد دگری خواهی بود. چهره واقعی زن در دو نوبت زیباست، در شب مرگ و زفاف. یک شب بر تخت و شبی بر تخته. امشب اما شب زیبایی تو بر تخت است، بر تخت زفاف. و تو بگذار که سرپنجه آن مرد غریب سر زلفان پریشان تو را، که زمانی دل من با نخنخ آن الفت داشت، لمس کند و ببوسد گونه پاک و مصفایی را، که به سالی بس دیر منظر دیده صاحب نظری چون من بود. و بمکد دکمه پستانی را، که به سالی دیگر شیرگاه دهن کودک نازک بدنت خواهد شد. و در آن روشن و تاریک اتاق شب دراز است هنوز. بامدادان دگر چون که فرو میرد ماه، و برآید خورشید، به تو آینه بخت این صلا خواهد زد که الا دختر افسونگر دیروز، مبارک باشد که از امروز دگر لایق مادری کودک فردا شدی. تحفه ها جوراجور، هدیه ها رنگارنگ، هر یک روشنگر یک ذوق لطیف. و من از ماتی خود در ماتم، که چه در پای تو ریزم که خورای تو بود. و تو ای دختر من چشم برا. در بساط زرگر الله طلا، دل، انگشتر، گردنبند، الماس درشت. بهتر از اینها چیزی داری؟ پیرمرد زرگر: بهتر از اینها؟ از برای چه کسی میخواهی؟ زاوست؟ عروس؟ نامزد؟ نه، از برای یک دختر خوب که عروسی کرده.
می شود خیره به من زرگر پیر و سکوت. گویان پیر و کهن جلوه عهد شبابش را در دیده من می بیند و چنین می خواند: حالت سوخت دل دارد و بس. و به من می نگرد و چنین می گوید: پسرم، عقده مکن. هدیه ای را که تو می جویی در جوهر توست. جستجو کن، بفرست قطره اشک که هر قطره به 100 گنج و گوهر می ارزد. راستی می گری؟ اینها همه یک رویا بود. چه عروسی، چه شبی، تو هنوز آزادی. پس چه بهتر که از امروز در اندیشه فردا باشی. چاره این است که ما از همکنون بازگردیم ز راهی که به هم پیمودیم. یادها، خاطرها، عهدها، الفتها و آنچه گفتیم و شنیدیم ز خاطر ببریم و سر کوچه عشق دست هم را بفشاریم و بگوییم: شطور دیدی؟